از فرزند عمر خداوند از آنها راضی باشد روایت است که رسول خدا درود بر او فرمودند: اسلام بر 5 چیز بنا شده. نخست گواهی دادن بر آن که خداوند یک است و جز او هیچ معبودی بر حق وجود ندارد و محمد درود خدا بر او رسول خداست. دوم اقامه نماز. سوم دادن زکات. چهارم ادا نمودن حج. پنجم روزه داشتن ماه مبارک رمضان. حدیث بخاری کتاب ایمان. این قول پیامبر درود خدا بر اوست که اسلام بر 5 چیز بنا شده. باب 1.